هشتم مرد نه یگان چی پدرکه کردن جایز نیست. حتی عالما به درجه کفرش میبرن. کسی پدرکه میکنه بدونه و بکنه به درجه کفرش میبرن، زیرا اینکه هشتم مرد روزی آزادی زنها از حجاب شرعی هست، یعنی که روزی کافر شدن زنها است. امروز هر کسی که یک زنه که تبریک میکنه برای هشتم مرد که مبارک شود روز عیدت، معناش همین است که مبارک شود کافر شدنت، که تو در این هشتم مرد کافر شدی، در هشتم مرد حجاب شرعی را از سرت پرتافتی، در هشتم مرد تو مرتد شدی، در هشتم مرد از اسلام روی گردانیدی، در هشتم مرد از قانون الله روی گردانیدی، از هشتم مرد تو از یک موحده بودن بیرون شدی. معناش همین است هشتم مرد. برای همین خاطر در هشتم مرد هیچ کسی را نه تبریک بکنید و نه تحفه بدید، هدیه و نه هیچ چیزی دیگه، یگان چیز سنتیه. زیرا اینکه از احترام اونها دا دیده احترام شرع بالاتر است، احترام ایمان ختم بالاتر هست. از اون زنها خفه شود اندیو، لیکن شما ایمانتون از دست نتیه. برای همین خاطر هیچگاه نه تحفه شما بکنید نه تبریک شما بکنید، هیچ چیز نه. اگر که تحفه کردنی باشه همچون یک خواهر اسلامی یک چیز، مثلا برای هشتم مرد نی، برای چیز دیگر یا وقت دیگر تحفهش بکنید. اما این را بگذارم که هشتم مرد نمیتونم با دهم مرد 15 مرد من کمی تحفهش برگردانم، در این صورت هم گناه هست و معصیت هست و درجه گفتم که بعضی علما به درجه کفر رساندگی است که انسان کافر میشود. زیرا اینکه اگر اصل واقعی را بگیری همین طور هست. زیرا اینکه روزی کافر شدن زن تبریک میکنی، گویا که از زن کافر شده تو تبریکش میکنی که مبارکت بشه کافری، یعنی که خرسندی میکنی. برای همین خاطر از این مسئله بسیار متوجه باشین و بسیار دور باشین. امروز دیگر مردم ما نام دیگرش میمونه گویا روزی عید مادران، عید زنا و نمیدونم چی، همه ای دروغه، همش دروغه. یگانه این عیدی کافر شدن زنهای مرتده هست. این عیدی کافر شدن و روی گردانیدن زنهای هست که حجاب شرعی فرمان الله را قبول نکردن و دموکراتی و آزادی از حجابشون اعلان کردند و شرمنده و شرمسار شدن که تو امروز خار و ذلیله شده هستند که میبینی شما که به مثل قنفیتی پوست کردگی برای هر کس میتونه نول میزنشون. سببش انا همین هشتم مرد بود. سبب یعنی همین به عزتی زنهایی که امروز به عزت شدگی هستند انا همین هشتم مرد است. تا پیش از اونه که همین هشتم مرد اینها جشن بگیرن، اینها عزت داشتن، اینها مادر بودن، اینها همچون یک فرد از جامعه و زوادها و انسان برار بودن. بعد از اونه که این چیزا هشتم عید اعلان کردند و مرتد شدند و از اسلام روی گردانیدن از احکام دینی، امروز ببینید که این زوادها هم زوادهای خیتایی و برک و نمیدونم جزیر شده است که یک فرزند ساز تولد کرده نمیتواند. فرزندم تولد کنه به مثل خودش با هشتم مرد تبریک کنک است و به مثل خودش باز از شریعت دور است و مثل خودش یک حیوانی هست که در روی زمین زندگی میکنه. چطوری که الله تبارک و تعالی میگه که اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها به مثل چارپاها هستند بلکه از چارپا در بدتر هستند. الله تبارک و تعالی این کسانی که از دین روی میگردونن، کسانی که معصیت و گناه میکنن، کافرها را میگه که بل هم اضل، از چارپا در بدتر هست. و مثل چارپا هست لیکن میگه از چارپا در بدتر هست. فهمو؟ برای خاطر در این مسئله بسیار متوجه باشین و از این دور باشید و پروای خفه شدن کسی را نکنید، بلکه دینتون از همه خفگی همه در بالا بدانید و بالا بشمارید و همین سبت انشاءالله در پیش کسانی که از مسلمان هایی که همراهتون هستند براشون بگذارید تا اینکه بشنون، تا اینکه بدانن که هشتم مرد روزی چی هست. باز سرکشی نکنن که با امید تبریک کردن یک با گفتی خودشون خواهر و با گفتی خودشون مادر از دین محروم نشوند. برام خاطر بسیار متوجه باشین، بسیار با دقت باشین، بسیار با احتیاط باشید که دور باشید انشاءالله از این مسئله ها. الله جزای خیرتون بده، الله توفیقتون بده، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق عمل کردن با قرآن و سنت نصیب بگرداند و همچنین مادرها را الله تبارک و تعالی عزت و شرف و ناموس پیش از هشتم مرد داشته شون رو برگرداند
و از روزی که 8 مارس برآمده است مادرها را بی عفت، مادرها را بی شرم، مادرها را بی عزت، مادرها را محروم از احترام جامعه گردانیده است. همین 8 مارس الله تبارک و تعالی نجات بده مادرها را از این عید بدبختی. جزاکم الله خیر.